سلام، خوش اومدید به دومین قسمت آموزش ادیت ماشینی داخل کانال اندرویدلند. من قبل این یه دونه آموزش ضبط کردم که داخل کانال هست. حتما اول برید اون رو نگاه کنید، چون توی این آموزش، توی اون آموزش البته، هم بهتون گفتم که چجوری ادیت رو بزنید، یعنی انجامش بدید، و اینکه گفتم از کجا کپکات رو نصب کنید که همون کانال تلگراممونه که لینکش توی دیسکریپشن و کپشن و همون کپشن و بخش کامنت ها و همه جای کانال یوتیوب هم هست. از اونجا نصبش کنید، نه نیاز به ثبت نام داره نه هیچی، فقط یه دونه گزینه از فعال میکنید که توی آموزش قبلی بهتون گفتم. این بالا هم کارتش رو میذارم، روش کلیک کنید و اول اون ویدیو رو ببینید. حالا توی این آموزش یه نکته هست میخوام بهتون بگم که توی آموزش قبلی من یه جور دیگه گفته بودم. ببینید، شما موقعی که میاد و مثلا میخواید از ویدیو دومتون یه دونه عکس فریز کنید تا به این صورت از بالا بیاد پایین به این شکل، این رو من گفتم که یه بار روی این کلیک کنید و بیاید این رو فریزش کنید. ولی خب من متوجه شدم موقعی که فریز میکنید، خب گزینه فریزش کو این میاد یه دونه اسپلیت میزنه و اون عکسی که کات شده یا همون ثبت شده رو میندازه وسط ویدیو. پس این کارو نمی‌کنیم. چیکار می‌کنیم؟ میایم از ویدیو دوم یه دونه کپی یا همون داپلیکیت، حالا توی کپکات من نوشته کپی، این رو که میزنید یه دونه کپی از همون ویدیو دوم اینجا قرار میده. شما میاد از اول ویدیو دومی که میشه اینجا یه دونه فریز میزنید، خب به این صورت، و میاد این فریزی که زدید رو اوورلیش میکنید که توی آموزش قبلی اینجاشو بهتون یاد دادم. حالا موقعی که این رو اوورلی کردید، میاد این لایه های اضافی که بالا ایجاد شده، این و این یکی، اینا رو پاک میکنید. اینم که اندینگشه. حالا اینو میارید عقب و بک‌گراند و این داستانشو پاک میکنید، استفاده میکنید، دیگه دردسر نمیشه براتون. حالا اگه میتونید توی برنامه جانبی، نمیدونم حالا هرچی، مثلا بذارید بگم، فکر کنم کاین مستر داره که همون لحظه از ویدیو اسکرین شات میگیره، همون رو میاد داخل گالریتون ذخیره میکنید. میتونید عکس رو اونطوری وارد کنید، حالا فرقی نداره. خب به این صورت. حالا برای اصلاح رنگ ویدیومون، خب حالا این ویدیوهایی که من اینجا استفاده کردم کیفیتشون به حد کافی خوبه. حالا بر فرض مثال شما یه ویدیویی داشتید که مثل این، حالا پورتره نبود، یعنی بک‌گراند ماشین یا حالا هر شیئی که میخواید باش ادیت بزنید حالت بوکه یا بلر نداشت، میاد بخش فیلترها، اینجا یه دونه افکت داره کپکات به اسم بوکه، همینی که انتخابش کردم. بوکه رو که میزنید میاد و خودش یه بلور خوشگلی به بک‌گراند عکس میده. درسته مثل اونی نیست که مثلا گوشی خودش بلر کنه، ولی خب این خیلی تاثیر داره. نکنید اون پشت رو، بلوریش رو خیلی زیادتر میکنه و یه جلوه خیلی خوشگلی به ماشین میده. این رو انتخاب میکنید. حالا برای اصلاح رنگ دستیش هم شما میاد بخش ادجاست رو انتخاب میکنید، مثلا اینجا. اول از همه نگاه کنید، اگه مثلا ویدیو شما یه ذره کیفیتش پایین بود، حالا چجوری بهتون بگم، مثلا خیلی از گوشی ها، حالا مثلا آیفون ویدیوگرافیش خوبه، حالا مثلا با گوشی های پایین تر اگه اون ویدیو ضبط شده بود، یه جور حالت توسی رنگ داره. میاید اینجا یه ذره بهش شارپن میدید، نه خیلی زیاد که مثلا اگزاجره بشه، یه ذره بهش شارپن میدید. بعد عرضم به خدمت شما یه نمه خیلی کم بهش سچوریشن میدید به این شکل. کنتراستش هم حالا میتونید یه ذره بیشترش کنید، یه مثل همون شارپن عمل میکنه. حالا اینم یه ذره اضافه میکنید. بعد میایین بخش HSL. شما اگه مثلا ماشینتون سفیده، این دوتا رنگ آبی و که هست، اینا رو اگه یه ذره مثلا سچوریشنش رو کم کنید، لومینانسش هم یه ذره بیشتر کنید، اون سفیدیه خیلی بیشتر به چشم میزنه، سفید رو یعنی سفیدتر میکنه. بعد حالا میایین اینجا مثلا میتونید دیگه، مثلا میتونید سچوریشن رنگ قرمز رو، مثلا چراغای ماشین رو نگاه کنید،
میتونید بیشترش کنید رنگش رو یا حالا کمترش کنید. یه ذره بهش سچوریشن میدید. حالا میتونید رنگش رو عوضم بکنید. حالا اینجا چون بیشتر ویدیو مثلا یه ذره حالت گرم داره، مثلا زیاد رنگ قرمز رو نمیگیره، ولی خب بهش یه ذره سچوریشن میدید. عرضم به خدمت شما اون پشت نارنجی رو هم میتونید کم رنگ ترش بکنید به این شکل. حالا به دلخواه خودتون دیگه، اینجا نکنید. چراغا هم چون کپکات نارنجی تشخیصش میده، موقعی که سچوریشن رو کم میکنم چراغا رو هم کم رنگ تر میکنه. یه ذره بهش سچوریشن هم میدید و اینم از این داستان. عرضم به خدمت شما دیگه بقیهش مونده شادو این داستانا. حالا اگه خواستید میتونید یکم شادوش رو بیشتر کنید. البته بیشتر که این داستان به سمت منفی میره، سایه ها رو بیشتر میکنه. تمپش هم میتونید یه ذره ویدیو رو حالت به سمت سردی ببرید. موقعی که میره سمت منفی میشه حالت سرد، اگه ببرید روی مثبت میشه همون حالت گرم ویدیو. نگاه کنید الان ویدیومون از این رنگ تبدیل شد به این رنگ. خب خیلی قشنگتر شد. جشنج. عرضم به خدمت شما از این بخش دیگه چیز خاصی هم نداره. بعد میتونید دیگه همین، بعد میتونید از بخش فیلترهای دیگه هم انتخاب کنید که این دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره. ولی حالا اون تنظیماتی که من یعنی انجام میدم حالا اینجوریه، من اینو میپسندم. و عرضم به خدمت شما دیگه چی میخواستم بگم. آره، برای کیفیت اینستا هم ببینید لازم نیست حتما شما بیاد 2K ازش خروجی بگیرید. اینستا خودش در کل میاد اگه شما مثلا ویدیوتون بیشتر از 1080 باشه یا مثلا 2K باشه 4K باشه هرچی باشه، خودش میاد موقع آپلود شما این رو میاره روی 1080 30 فریم. خب یعنی اگه شما اینو بذارید روی 60 50 یا 60 اینو بذارید روی 2K، درسته توی گالریتون با کیفیت تر نشون میده، ولی موقعی که دارید آپلود میکنید توی اینستا خودش اینو تبدیل میکنه و در نهایت میاد همون 1080 30 فریم رو برای بقیه نشون میده. ولی با این تفاصیل که کانورتی که اینستا روی ویدیو میزنه کیفیتش خیلی بدتر از اونیه که شما همینجا اینو خروجی بگیرید. پس در نتیجه 1080 30 فریم خروجی بگیرید، همونو با اینستا اصلی آپلودش کنید. بعد توی تنظیمات اینستاتون یه بخش ویدیو کوالیتی داره، اونو باید بذارید روی بست که همون کیفیتی که توی گالریتون هست رو داخل اینستا براتون آپلود کنه. خلاصه که اینم از داستان رنگ. اگه این رو هم پسندیدید حتما داخل کامنت ها برام بنویسید. درسته ساده بود ولی خب همین چیزای ساده شروع میشه. اگه دوست داشتید همین ویدیوها رو هم داخل کانال میذارم، روی همینا تمرین کنید. ویدیوهای خیلی بیشتری هم دارم با کیفیت همین. توی آموزش‌های بعدی سعی میکنم خیلی تکنیک‌های بهتر بهتون یاد بدم. پس با ما همراه باشید. فقط این که آقا تنها چیزی که ازتون میخوام لایک کنید، یه 2 تا کامنت 3 تا هر چی کامنت معنی دار بذارید. دمتون گرم. تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون.